کتاب صحیح بخاری باب 12 کسی که جماع کند و سپس جماع کند و کسی که بر زنان خیش گردش کند و به غسل اکتفا کند. 11 تا زن را محمد امرایشون سکس میکرده، یک بار غسل میکرده. روایت شماره 267. 268. ببینید بزرگواران، از قتاده روایت است که انس ابن مالک گفت پیامبر در برخی اوقاتی از روز و شب بر زنان خیش گردش میکرد و آنها 11 زن بودند. قتاده میگوید انس را گفتم آیا طاقت آنقدر سکس یا جماع را داشت؟ انس گفت میگفتیم که برای آن حضرت نیروی 30 مرد داده شده. اگر نیروی عقلی یک کودک هم به این پیامبر داده میشد ما امروز به این اندازه بدبخت نبودیم. اما خدایش برش فقط چی داده؟ امتیاز جنسی داده و در یک شب با 11 تا زن پیامبرش سکس میکرده. این آقا خوبتر از پیامبر خود بود. چرا؟ چون پیامبرش چی کار میکرده؟ از زن اول خود شروع میکرده، بدون از اینکه آلتش را شستشو کنه میرفت در زن دوم فرو میکرده، بعد در زن سوم، بعد زن 11 را که تمام میکرده یک بار غسل میکرده. باب را ببینید، کسی که جماع کند و جماع کند یعنی 2 بار پای در پای جماع کنه و یک بار غسل کنه، بابش است. حالا اینها حشری بودنشان که از جانب همان محمد رسول الله است دیگه. از کجا آمده که اینا به این اندازه حشری هستند؟ از جانب محمد است دیگه، کدام ملت خاصی نداره.